هر کسی برای گناهی کردگیش خودش جواب میگه، راست میگی، ولی ایره فراموش نکنه که وقتی که گناه در پیش چشم مردم انجام بگیره و کسی او را منع نکنه، در نزد پروردگار هر بیننده جواب میگه. هر بیننده که دید و منع نکرد، از کار گناه باز نداشت، در نزد خداوند پرسیده می شود. ایره یقین بدونید. یکی از سببهای عذاب آمدن قوم بنی اسرائیل را خداوند در قرآن بیان میکنه، میفرماید كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. یعنی سبب عذاب آمدن اونها ای بود که اونها از کار گناه یکدیگرشون باز نمی داشتند و چی کاری بد انجام می دادند. پس شما چی گمان میکنید ما هم به مثل قوم بنی اسرائیل ببینیم که گناه انجام شده است و خاموش بستیم؟ و همین خاموشی ما بود که جوانای ما اینقدر فاسد شدند، دخترها اینقدر بی حیا شدند. همین سبب خاموشی ما بود.